شرط میبندم که تا حالا یه همچین نون موزی خوشمزه‌ای درست نکردی. بیا بهت یاد بدم چجوری درستش کنی. 4 تا موز رسیده کوچیک خوب لهشون میکنیم. 2 تا تخم مرغ بهش اضافه میکنیم با کمی وانیل و شکر قهوه‌ای، مقداری شیر و میرن که با هم معاشرت کنن. آرد جو جدای ناپذیر از دستورها داریم و کمی جوش شیرین. اینا هم خوب با هم مخلوط میکنیم تا اینجوری بشن. خمیر رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. یه مقدارش رو پودر کاکائو میزنیم، یکیش هم ساده نگه میداریم و اینجوری توی قالب میریزیم. با یه سیخ چوبی بهش شکل میدیم که ابروبادی بشه. یکم هم روش شکلات چیپسی میریزیم و میره داخل فرن و تمام. ببین چقدر نرم و خوشمزه شده. اگه دوستش داشتی حتما برای دوستات بفرستش. نوش جونتون.